اگه پیجمو دنبال کرده باشی در جریانی که این 206 رو خریدم، بازسازی کردم و براش بادی چیت ساختم. همونطور که میدونین به دلایل قانونی چون شامل تغییر وضعیت میشه قابل تردد داخل شهر نیست. پس برای استفاده روزمره با یه بودجه 600 میلیونی دنبال یه ماشین بروز گشتم و به این سه تا گزینه یعنی جک J5، لیفان X50 و بریلیانس 320 رسیدم که نهایتاً به این نتیجه رسیدم که با این بودجه اگه ماشین بدون رنگ و کم کار بخوام فقط لیفان X50 میتونه گزینه مناسبی باشه. پس توی تمام شهرها سرچ زدم و نهایتاً به این مورد توی تهران برخوردم. چون راه دور بود درخواست کارشناسی دادم به مبلغ 980,000 تومان. کارشناس رفت برای بازدید و جواب کارشناسی رو برام فرستاد. جواب کارشناسی رو دیدم و ماشین رو پسندیدم. پس سریع تترها رو نقد کردم، قرار خرید گذاشتم و بلیت گرفتم به سمت تهران. ساعت 4 صبح رسیدم و در نهایت ماشین رو قولنامه کردم و برگشتم به اصفهان. و اینجوری شد که این لیفان X50 مدل 96 شد دومین پروژه پیج و قراره یه تیونینگ ظاهری ساده و در این حال خفن روش انجام بدیم. پس با هم همراه شو و قسمت‌های بعدی رو از دست ند.